افسر خدمات سوختارنشانی شهر بانکوک پونیا پوکپینیا ناعیان مار افعی 5 متره را از بام منزل بیرون میکشد. این مرد 50 ساله مقاومت پیتان را شکست داده او را در خلطه پلاستیکی جای میکند. من باید کاملا استوار و آرام باشم. مار نیرومند است. اگر یگان حرکت نادرست کنم مار با نیش قویش حمله میکند. صاحبان منزل از تماشای این صحنه به وجد آمده بازداشت ما را در تلفنشان ثبت میکنند. مهارت او تعجب آور است. یک مار عظیم را با دست خالی در خلطه خرد جو کرد. در باغ‌ها و کانال‌ها و منزل‌های زیست ساکنان پایتخت تایلند و به ویژه در موسم باران‌ها مار در جستجوی غذا به خانه‌های مردم مهمان می‌شود. بر پایه آمار خدمات نجات تنها در سال 2018 ساکنان بانکوک و گرد و اطراف پایتخت تایلند 37,000 دفعه درباره ظهور ماران در خانه‌هایشان گزارش دادند. به گفته آنها خدمات سوختارنشانی روز تخمیناً 1 یا 2 دفعه درباره سوختار و کمش 100 دفعه درخواست بیرون کردن خزنده ناخوانده از منزل‌ها را دریافت می‌کنند. در طول 16 سال کار در خدمات سوختارنشانی پوکپینیا بیش از 10,000 مار را بی‌ضرر کرده است. خود او میگوید که سال تا 800 مار را بازداشت میکند که از این بین تا 70% مارهای اکثرا افعی بی‌زهر و باقی مانده مار عینکدار یا خود کوبرا و دیگر خزنده های زهرناک می باشند. مارهای بی‌زهر را عادتا به جنگل های دوردست میبرند تا دوباره به شهرها بر نگردند. مارهای زهرناک را خدمات سوختارنشانی به پژوهشگاه علمی میبرند تا از زهر مار دوا تهیه کنند. من خود را قهرمان احساس میکنم زیرا به افراد کمک میرسانم که در حال ناگوار قرار دارند. پوکپینیا باشد وقتی خالیش را با مارهایش سپری میکند. آنها را از قفس‌ها بیرون کرده آب و غذا میدهد. بر علاوه هر وقت که امکان دارد این افسر خدمات سوختارنشانی همکارانش را با هنر خطرناک مارقپی آشنا میکند.